بعضی از مسئولین متاسفانه یه حرفایی تو این فضا میگن که مثلا اگه اونا سلاح به زمین بذارن ما سلاح بر زمین خواهیم گذاشت، یا اگر تعهد بدن که با ما کاری نداشته باشن و تضمین بدن، خب ما دست از مثلا جهاد بر می‌داریم. آخه یه مثقال عقلم خوب چیزیه و وای بر مملکتی که حاکمانش بی عقلان باشن. از کی تضمین میخواد؟ چند بار تو همین قضیه برجام نقض عهد کرد